احترام والدین. در رفت تلاش و سرگردانی‌های زندگی انسان گاه‌ها باید خودخواهی بس به مروت تبدیل می‌گردد، چنان که می‌خواهد همه چیز به کام وی و خواست مراد دل وی انجام شود. متاسفانه کار به جایی می‌رسد که ما نفهمیده بلکه تمام مرزها را عبور کرده نسبت به پدر و مادر خویش که برای هستی ما وسیله و سبب گشتند ناسپاسی میکنیم و بر مقابلشان بیرق عصیان میبرداریم، حالان که پدر و مادر دو موجود مقدس است که انسان باید بیشتر از همه احترامشان به جا بیاورد. زیرا هر که در احترام پدر و مادر کوتاهی کرد و فرمود خداوند مقابل برآمده است و هر که آنها را خوار کرد دیر و یا زود خودش هم به خواری مبتلا می‌گردد. این همه پوشیده نیست که انسان در روزهای اولی به حیث یک موجود کوچک با حیات آغاز کردنش مراد روی دست والدین است، مثل که بار است به آنها، یعنی مشقت و رنجی که ما در ایام طفلی به پدر و مادر خویش می‌دهیم خیلی زیاد است، ولی در مقابل آن والدین همیشه با ما مهربانی و دوستداری می‌کنند. مهربانی آنها با حدی است که سرحد بزرگ شفقت و پدر و مادر و عذاب‌های کشیده آنها معین کردن برای ما غیر چشم‌داش است. از این نقطه نظر حرمت و قدرشناسی پدر و مادر برای هر کس هم قرض انسانی و هم وظیفه محسوب می شود. آنهایی که قدر و قیمت والدین را می دانند و ایشان را برای رسیدن به سعادت ابدی و نائل شدن به مرحمت آفریدگار وسیله کردن قرار دادن به شبهه نفرانی طالع بلندند و آنهایی که پدر و مادر را رنج داده و برای پیدا شدن آثار غم و اندوه در چهره ایشان سبب می شوند و نسبتشان به احترامی کردن یک زمره بدبختانی هستند که مدام به نابرابری و شکست متوجهند. بزرگی والدین است که میگویند که هر کی به پدر و مادرش احترام دارد نسبت به پروردگارش نیز با احترام است و هر کی نسبت به آنها به احترامی کرد پیش خداوند نیز به احترام و قدر ناشناس می باشد. متاسفانه به احترامی نسبت به پدر و مادر و آزردن خاطر ایشان کاری خطایی بلکه گناهی است که بیشتر از ایام جوانی صادر می شود و محض در جوانی ناگهان و از سر جهل و غفلت والدین را می رنجانیم و با آنها گپ می گردانیم، دلشان را می شکنانیم. یادآور شدن این مسئله هم در همان خاطر است که یعنی یک نوع تأکید بلکه خاطررسان کردن به جوانان است که در حق پدر و مادر خود قدرشناس باشند، پدر و مادر خود را حرمت احترام کنند. باقی همه سلامت و سربلند باشد دوستان عزیز.